سلام دوستان، یه برد پکیج پرلا برام اومده. بردهای پکیج مخصوصا این مدلشون خیلی تغذیهشون آسیب میبینه، با اینکه حتی پکیج محافظ هم دارن باز با این حال آسیب میبینن. خواهشی که دارم چه سرویس کاران چه مشتریانی که با قول خودشون دست به آچارن بردا رو باز میکنن، وقتی این فیوز میسوزه خواهشان عوض نکنید. اگه دوباره این فیوز رو تعویض کنید و دستگاه روشن بشه، آسیب دیدگی شاید بیشتر 2-3 برابر بشه. قطعاتی میسوزه که خاطر جریان کشی که قطعات سوخته تو برده، شما فیوز عوض میکنی قطعات دیگه هم پشت بندش خواهد سوخت. خود پیدا کردن و تامینش سخته. من که بعضیش حتی رو برده اوراقی در میاریم، برد اوراقی هم نباشه مجبور هزینه کنید که الان نزدیک 3 میلیون تومان این برد قیمتشه. تو قسمت تغذیه IC VPL 22 خازن تغذیه 22 میکرو IC، مقاومت کم اوهم 4.7 میکرو 4.7 اوم که من نداشتم، 2 تا 82 رو موازی کردم که جواب بده. اکتوکوبلر اسندیش رو عوض کردم. حتی توی مرحله IC دوباره سوخت، قطعات رو دوباره از نو عوض کردم. حالا عیب از IC بود، خازن یا اکتوکوپلر یا هرچی. سری دومه که قطعه رو عوض کردم، حالا میخوام تستش کنم، انشالله که نسوزه. چراغش بله یه قرمزی سبز، بله روشن شد. یه دیلی، بله قرمز چشمک زن قرمزش هم الان به خاطر اینه که خب هیچ خروجی ورودی الان جز برق بهش وصل نیست و خدا رو شکر درست شد. ویدیوم به جهت دوستان و تذکر بیشتر به خاطر تعویض نکردن این فیوز زمانی که میسوزه. ممنون از توجهتون. پارسا هستم، قربون شما.